this shit up. هلو گایز، چطور رفقا؟ خوش اومدید به یه ویدیو خیلی خفن دیگه در مورد پابجی موبایل. دوستان قرعه کشی داریم به 3 نفر الایت به شرط یعنی شرایط قرعه کشی اینه که باید ویدیو رو تا 2 دقیقه یا بیشتر 2 دقیقه باید ویدیو رو تماشا کنید، لایک کنید و آیدی پابجیتون رو تنها قبول میکنم. دوستان هر چه آیدی بنویسید من قبول نمیکنم، فقط آیدی پابجیتون رو بنویسید که یوسی رو دریافت کنید و عشقید. دوستان امروز اومدیم با هک یوسی 100% واقعی و خودم یوسیشو گرفتم. بریم در ادامه ببینید و یه پسوردی داره دوستان این برنامه. باید ویدیو رو تماشا کنید که بین این ویدیو یه پسوردی میذارم که بتونید بزنید. پس توی کامنت ها ننویسید که پسوردش چیه فلانش چیه. پس لطفا از ما حمایت کنید، لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، یه کامنت انگلیسی بنویسید که سابسکرایبتون نپره. عشق دیگه دنیا هرچی تشکر کنم باز کمه. عشقید کم مونده به 6600 تایشیم. عشقید رفقای گل. پس بدون هیچ حرف اضافه ای بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب رفقای گلم که قبل که بریم برنامه نصب کنیم من داخل تلگرام این ویدیو رو گذاشتم و میتونید راحت برین دانلود کنید و پسورد این ویدیو در ادامه باید تا آخر 2 دقیقه ویدیو رو نگاه کنید و بین این ویدیوها یه پسوردی دارم که باید بزنید که بتونید این رمز رو دریافت کنید. عشقین. پس دوستان همینجوری که میدونید باید آیدی پابجیتون رو زیر همین ویدیو تگ کنید که بتونین یوزی رو دریافت کنید و عشق دیگه. دوستان من بین این ویدیو با زبون خودم که میگم که پسوردش چیه دوستان. پس در ادامه با ما همراه باشید. من هیچ حرف اضافه ای نمیزنم که خودتونم بتونید راحت‌تر چیز کنید و یوسی رو دریافت کنید. دوستان شاید دوستان دارم میگم به بعضیا شاید نده یا به گوشیاشون ربطی داره. من گوشیم خیلی لگ داره. در ادامه میدونید من یوسی رو دریافت کردم ولی خیلی مزخرفه. خودتون که ببینید دیگه چطوری یوسیش بی‌نهایت نمیتونید با فرنداتون بازی کنید و خیلی دیگه خودتون ببینید در ادامه ببینید دیگه دوستان. عشق دیگه دنیا. پس خودتون برید تماشا کنید و بین این ویدیو میگم که پسوردش چیه دوستان. خب بریم دیگه سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان گلم همونجوری که میدونید الان من یوسی رو دریافت کردم. الان به شما نشون میدم. الان رویال پاس میکنم به رباتامون. همین فرندات هم ربات میشه، یعنی کل که فرنداری همه رباتن. پس این پابجی یه کاری میکنه که مثلا هیچی نمیتونی با کسی بازی کنی و خیلی هم لگ داری و خیلی هم FPS دینی خیلی پایینه، اصلا نمیتونی داخل بازی کنی دیگه رفقا. این فقط برای یوسی گرفتن و کریتو پینینگ کردن و فلان دوستان. همینجوری میدونی که من 672,000 آرپی گرفتم، اونم آرپی لول 7. اصلا خنده‌تون میگیره دوستان چقدر من لگ دارم. نگاه دوستان صفحه که میخواد بیاد بالا خیلی طول میکشه، اصلا نمیتونید با خوب بازی کنید. پس به فکر این کارا نباشید خدا وکیلی. پس همونو بازی کنید. عشق دیگه. خب اگر به نظر خود منه دوستان اگه شما خواستین بازی براتون مهم نیست و میخواستین یوسی بگیرین همین انجام بدین و مطمئنم که میگیریم و بعضیا نمیدیم. من رفیقم هر کار کردم واسه گوشی رفیقم نتونستم انجام بدم. نمیدونم چجوریه، شاید به دیوایس چیه به اون ربط داره یا به گوشی‌های پایین است، شاید نتونه مثلا بکشه بالا اون گوشی و مثلا خیلی دیگه دوستان. همینجوری که میتونید دریافت کنید دوستان. همین نکنید من لباس مفت مجانی گرفتم از داخل پوشه و خیلی چیزا که یوسی بی نهایت این اصلا این فایده نداره. من چه لگ دارم وقتی میخوام یک کلمه یه رقص بوس بفرستم 1 ساعت طول میکشه. خب دیگه دوستان شما به خدا بزرگ، خدا یار و نگهدارتون.